یک چیز با سهم همه شما برسانم که هزار رحمت پولی که برای که عبدالله در کار بود برای فرزند نازنینش برای توبت کردن به دیگر دولت ها بردن الکی پول جمع شد دوستان عزیز همین دوستانی که همین ویدیو ما را میبینین این ویدیو افتر نداره با دوستو با رفیقا همتون روی کنین دیگه در کارتا پول نپرتاین ویدیویی که کارتا داشت ویدیو رو یا محکم کنین یا دلیت کنین دوستان عزیز فقط از همه شما از همه بلاگرها میندور هستیم که ویدیو را پاند کردین دستگیری کردین که همین مبلغ یک عبدالله جمع شد هزار رحمت کلون شخص رحیم پروداکشن. السلام علیکم با کل مردم تاجیکستان با کل اون نفرانی که این لحظه ویدیو نوبتی ما را تماشا کردین دوستان عزیز هزار رحمت برای دستگیریتون با اکای عبدالله. این سحر ما همراه اکای عبدالله صحبت تلفنی داشتیم زنگ زدیم پرسیدیم پول جمع شد از همه بلاگرها احترامانه خواهش میکنیم که تمام دیگر ویدیو اکای عبدالله را نپرتیم پول دیگر در کار نیست برای اکای عبدالله شخصا اکای عبدالله خودش گفت که ما در پول زیادی حرام در کار نیست من یک بار بچه‌م دخترچه‌م ای دست دادم نمیخوام که بچه‌م ای دست بتم در تاجیکستان توبت کنم مقصد میبرمش هندوستان یگان دولت دیگر که دخترچه ما شفا بیاورد و ما همراهش گفتیم که حتما شما برین اگر یگان دستگیری دیگر در کار شود حتما ما ایجا میکنیم دوستان عزیز فقط از همه شما از همه بلاگرها میندور هستیم که ویدیو را پاند کردین دستگیری کردین که همین مبلغ یک عبدالله جمع شد هزار رحمت کلون شخصانی که همین ویدیو ما را میبینین این ویدیو افتر نداره با دوستو با رفیقا همتون روی کنین دیگه در کارتا پول نپرتاین ویدیویی که کارتا داشت ویدیو رو یا محکم کنین یا دلیت کنین دوستان عزیز فقط در حق اکای عبدالله دعا میکنیم در حق فرزند نازنینش دعا میکنیم که خداوند دیگه بار این مصیبت به سر اکای عبدالله نیاره و ساق سلامت اکای عبدالله با فرزند نازنینش برون توبت کنن با بگردن به نزد ما بیان دوستان عزیز همه وقت خرسنده کنیم چون که اکای عبدالله حجیمنگار تاجیک همه وقت ما را میخندونه امروز خداوند امتحانش کرده برای فرزند نازنینش دوستان عزیز فقط ما چیکار میکنیم مردم با ناموس تاجیک در حقش دعا میکنیم میگم که اکای عبدالله خداوند فرزند شما را شفا بده ساق سلامت بیان که فرزند میوه بهشت دوستان عزیز این دردی که اکای عبدالله داره این هر کس تحمل کردن نمیتونه 100 بار آفرین 100 آفرین اکای عبدالله که این قدر دل بزرگ داره حتی سحر زنگ زدم دولینش بلند شده کم تر مزاج گرفته فقط در حقش دعا میکنیم خداوند همه خیرای کردگی شما را در نامه اعمالش قبول گردونه هزار رحمت برای دستگیریتون خیر دوستان عزیز ویدیو را با دوستو با رفیقتون پاند کنین کسی که برادری که در غریبی هستند بیرون از تاجیکستان عزیز در امریکا در روسیه در تمامی بیرون از تاجیکستان عزیز من در داخل تاجیکستان خداوند یگان کسی به همین روزی که ما گرفتار شدم گرفتار نگردم بسیار وزنین است برادرای عزیز خدا جان همیشه پدر و مادر بالای سر فرزنده باشن و فرزنده سالم باشن و تبسمای فرزنداشون ببینن آینده فرزندای آنها نیز در خدمتشون باشن سلامت باشی برادرای عزیز رحمت